بینام ترید. سلام عرض ادب خدمت همه رفقا و تک تک اعضای خانواده بینام. سلام به روی ماهتون. رفقا میخوام این جلسه بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب، چون حرف واسه گفتن زیاده. به خصوص نکته های بینام زیاده تو این جلسه. امروز بحثمون روی روند خنثی یا افقی هستش که به اسم تریدینگ رنج هم معروفه دوستان. در ضمن ممکنه خیلی از جاها به اسم الگوی مستدیل هم بشنوین از تریدینگ رنج رفقا، ولی همونجوری که میدونیم مهم کاربرد و تحلیل درست از وضعیت بازار هستش، نه حفظ کردن اسم. قبلتر یه مختصر در مورد روند خنثی براتون حرف زدم، براتون توضیح دادم، ولی اینجا کاملتر میخوام توضیح بدم که دیگه کسی مشکلی نداشته باشه. ببینید یادتون باشه قبلا گفتم که 3 نوع روند توی بازارهای مالی داریم که روند خنثی یا روند افقی یکی از اوناست. رفقا روند خنثی یا همون تریدینگ رنج میتونه توی هر سطح از قیمت اتفاق بیفته روی نمودار. مثلا ممکنه دقیقاً انتهای یک روند نزولی و یا صعودی شکل بگیره. برفرض یک روند نزولی داریم، یک روند تریدینگ رنج اینجا میتونه شکل بگیره، و یا یک روند صعودی داریم رفقا، میتونه یک روند ناحیه تریدینگ رنج شکل بگیره و دوباره جهت حرکت بازار عوض بشه و این ناحیه میتونه به عنوان انتهای روند صعودی باشه، و در مورد روند نزولی هم این ناحیه میتونه انتهای روند نزولی بشه و بازار تغییر جهت بده. خب ولی همونجوری که میدونین رفقا ممکنه وسط یک روند صعودی یا نزولی هم یک تریدینگ رنج شکل بگیره توی بازار. ببینین برفرض مثال یک روند نزولی داریم رفقا، یک ناحیه تریدینگ رنج شکل بگیره اینجا، درسته، و بعد دوباره حرکت قبلی بازار ادامه داشته باشه، یعنی روند نزولی داشتیم، استراحت داشتیم و دوباره روند نزولیمون ادامه داشته باشه، و یا توی روند صعودی یک روند صعودی داشته باشیم، یک ناحیه تریدینگ رنج شکل بگیره در این ناحیه و دوباره ادامه حرکت بازار توی در جهت روند قبلیش، یعنی یک حرکت صعودی، استراحت و دوباره یک حرکت صعودی. یعنی ممکنه توی انتهای یک روند صعودی نزولی شکل بگیره و یا ممکنه توی وسط یک روند صعودی و یا نزولی یک تریدینگ رنج شکل بگیره رفقا. تریدینگ رنج در واقع ببینید وضعیتی از بازار که تکلیفش فعلا مشخص نیست. یه جورایی میشه گفت که کندل ها و حرکت بازار احتیاج به استراحت دارن تا بتونن حرکت بعدی بازار رو مشخص کنن رفقا. ببینید توی این حالت از بازار، یعنی توی حالت تریدینگ رنج رفقا، کندل ها بین ناحیه مقاومتی و ناحیه حمایتی گیر میکنن، گرفتار میشن، یعنی از بالا به مقاومت برخورد میکنن و از پایین به حمایت، درسته، و نمیتونن این نواحی رو بشکنن و بین این نواحی در واقع گرفتار میشن. کندل ها بین این دو ناحیه قیمتی در واقع میرن و میان. یعنی شما اگه بتونین این محدوده تریدینگ رنج رو درست و زود تشخیص بدین روی چارت، روی نمودار، میتونین معامله خیلی زیاد با اطمینان خیلی بیشتر داشته باشین. یعنی چه معامله میتونین داشته باشین؟ ببینین یعنی در محدوده حمایتی خرید داشته باشید، در محدوده مقاومتی فروش داشته باشید و اینو ادامه بدید در محدوده تریدینگ رنج. توی ناحیه تریدینگ رنج همین روند رو ادامه بدید، یعنی هر موقع که کندل ها به ناحیه حمایتی رسیدن خرید داشته باشید، هر موقع که کندل ها به ناحیه مقاومت رسیدن فروش داشته باشید. ولی این کار رو تا کی باید ادامه بدیم؟ ببینید این کار رو تا وقتی که یکی از این نواحی حمایتی و یا مقاومتی، یعنی یکی از این نواحی قیمتی شکسته بشه رفقا، میتونین ادامه بدین. یعنی تا وقتی که شکست در این نواحی اتفاق نیفتاده میتونین همین کار رو ادامه بدین. حالا این میخواد چند ماه طول بکشه، میخواد که خیلی به ندرت دیده میشه در واقع، حالا میخواد چند روز طول بکشه این ناحیه تریدینگ رنج. به هر حال وقتی تشخیص دادین که قیمت در یک ناحیه تریدینگ رنج اسیر شده، گرفتار شده، توی نواحی حمایتی باید بخرید، توی نواحی مقاومتی بفروشید و این کار رو تا وقتی که یکی از این نواحی قیمتی شکسته نشده میتونید ادامه بدین. ولی مهم اینجاست که چطور میشه این ناحیه رو تشخیص داد روی نمودار. ببینید فارغ از حرکت قبلی بازار، اصلا کاری به حرکت قبلی بازار ندارم فعلا که صعودی بوده یا نزولی. ببینید چطور میتونیم این ناحیه رو تشخیص بدیم، ناحیه تریدینگ رو تشخیص بدیم.
واسه تشخیص تریدینگ رنج رفقا از 3 نقطه و یا در واقع 3 واکنش میشه ناحیه تریدینگ رنج رو تشخیص داد. اینجوری که توی همین مثال بگم، ببینید اینجا یک ناحیه حمایتی بوده، درسته؟ حمایت شده، حرکت رو به بالا داشته، مقاومت، درسته؟ هنوز اطلاعی از تریدینگ رنج نداریم ما که داره شکل میگیره، هنوز اطلاعی نداریم. حرکت رو به بالا، مقاومت در این ناحیه، حرکت رو به پایین و برگشت به ناحیه حمایتی، درسته؟ توی این ناحیه حمایتی وقتی دوباره حمایت میشه و حرکت رو به بالاش رو شروع میکنه کندل ها و قیمت رفقا، یعنی همین که برگشت قیمت از این ناحیه حمایتی رو ما دیدیم، حرکت رو به بالاش رو دیدیم، میشه حدس زد که داره تریدینگ رنج شکل میگیره. ببینید میشه حدس زد، هنوز مطمئن نیستیم. پس نسبت به حدس، مطابق همین حدس ما میتونیم ترید رو توی همین ناحیه رفقا شروع کنیم، بعد اینکه برگشت قیمت از این ناحیه حمایتی رو دیدیم. ترید رو شروع میکنیم و تا نزدیکی محدوده مقاومت رفقا ترید رو ادامه میدیم، معامله رو پیش میبریم و این نقطه معامله رو میبندیم. خب تو این نقطه معامله رو بستیم، درسته؟ خب حالا نزدیک این مقاومت رفقا دو اتفاق توی بازار دور از انتظار نیست. دو اتفاق ممکنه پیش بیاد، درسته؟ یا اینکه محدوده مقاومتی توی این ناحیه شکسته بشه و حرکت رو به بالا داشته باشیم که باز میتونیم طبق سیگنال شکست، اینجا که شکست واقعی باید باشه، طبق سیگنال شکست واقعی میتونیم وارد معامله شیم. و یا اینکه یا حالت دیگه اینه که قیمت موفق به شکست ناحیه مقاومتی نشه و کندلا حرکت رو به پایین داشته باشن و در واقع حرکت رو به پایین رو شروع کنن، که در این صورت هم رفقا باز میشه معامله سل رو تو همین نقطه با حرکت رو به پایین کندلا شروع کرد. اگه نتونه که ناحیه مقاومت رو بشکنه و حرکت رو به پایین شروع بشه رفقا، دیگه کاملا مطمئن میشیم که توی ناحیه تریدینگ رنج هستیم. پس میتونیم معامله سل رو شروع کنیم و تا کجا میتونیم ادامه بدیم؟ تا محدوده حمایتی میتونیم این پوزیشن سل رو ادامه بدیم. خب وقتی کاملا مطمئن شدیم که توی ناحیه تریدینگ رنج هستیم رفقا، پس با اطمینان بیشتری میتونیم بین این دو ناحیه مقاومتی و حمایتی ترید کنیم. ولی میدونیم که بالاخره یکی از این دو ناحیه آخر سر قراره بشکنه، تا ابد که قرار نیست این تریدینگ رنج ادامه داشته باشه. خب شما هم دیگه الان میدونین که اگه یکی از این نواحی حمایتی یعنی نواحی مقاومت و یا حمایت بشکنه باید چه معامله داشته باشین. اگر ناحیه مقاومتی شکسته بشه باید معامله بای داشته باشین و اگر ناحیه حمایتی شکسته بشه باید معامله سل رو داشته باشین. و حتی میدونین که هدف قیمتی کجاست. این الگوهای قبلی که تا به حال یاد گرفتیم، آموزش دادیم رفقا، هدف قیمتی به اندازه فاصله قیمتی بین محدوده حمایت و محدوده مقاومت هستش و از ناحیه شکست، حالا میخواد ناحیه مقاومتی شکسته بشه و یا میخواد ناحیه حمایتی شکسته بشه، از نقطه شکست باید به اندازه همین ارتفاع الگو اندازه‌گیری کنیم و برای خودمون تارگت قیمتی مشخص کنیم روی نمودار به عنوان TP، درسته؟ حالا میخواد حرکت رو به بالا داشته باشه و یا میخواد حرکت رو به پایین داشته باشه. در هر صورت برای تعیین TP تارگت قیمتی باید از ارتفاع الگو استفاده کنیم. در ضمن اینم بگم یادتون نره که رفقا باز هم باید مراقب فیک بریک ها باشید. یعنی قوانین شکست واقعی باید حتما در مورد شکست هایی که اتفاق میفته باید رعایت بشه. پس قوانین شکست واقعی هم یادتون نره رفقا. یه نکته همینجا بگم رفقا، ببینید بعضی از تریدینگ رنج ها مثل کانال های قیمتی که قبلا گفته بودم بهتون، اگه خاطرتون باشه، مثل کانال های قیمتی میتونن ارتفاع خیلی کمی داشته باشن، به خصوص اگه تایم فریم معاملاتمون تایم فریم پایین باشه. تو این جور نواحی رفقا، یعنی فرض کنید توی تایم فریم مثلا 5 دقیقه یک تریدینگ رنج به این شکل بگیره و ارتفاع کمی داشته باشه، اینجور نواحی زیاد مناسب ترید نیستن رفقا، به خصوص واسه عزیزایی که تجربه زیادی ندارن در مورد ترید.
چون باید سرعت معاملاتتون بیشتر باشه، برای اینکه زمانی که طول میکشه ما کندل ها در واقع از ناحیه حمایت به ناحیه مقاومت برسن شاید کمتر از 15 دقیقه طول بکشه و یا حتی میتونه در عرض یک کندل 5 دقیقه‌ای هم به این شکل از ناحیه مقاومتی به ناحیه حمایتی برگشت قیمت داشته باشیم. پس باید سرعت معاملاتتون زیاد باشه و در ضمن معمولا توی همچین تریدینگ رنج های رفقا فیک بره کم اتفاق میفته. اینم محض اطلاعتون بگم. تایم فریم اگه بلند مدت و یا میان مدت باشه رفقا توی تریدینگ رنج، اهمیت ناحیه تریدینگ رنج بیشتر میشه. معمولا تریدینگ رنج هایی که توی تایم فریم پایین مثل 5 دقیقه و یا 15 دقیقه شکل میگیرن بیشتر در طی روندهای اصلی شکل میگیرن توی تایم فریم های بالا. یعنی در واقع فرض کنید یعنی توی تایم فریم مثلا 1 ساعته یک روند صعودی داریم، درسته؟ و اینجا یک تریدینگ رنج شکل گرفته و دوباره حرکت قیمت. این تریدینگ رنج رو اگر توی تایم فریم 5 دقیقه نگاه کنید میتونید تشخیص بدین، ولی این تریدینگ رنج در طی یک روند اصلی شکل میگیره. یعنی نقطه برگشت و یا نقطه انتهایی یک روند اصلی رفقا این تریدینگ رنج ها شکل نمیگیرن. یعنی اگه توی تایم فریم 5 دقیقه یک تریدینگ رنجی پیدا کردید روی چارت بدون اینکه اون تریدینگ رنج ناحیه برگشت نیست، ناحیه برگشت قیمت نیست، درسته شاید یک اصلاح قیمتی اتفاق بیفته ولی نه بیشتر از ارتفاع الگو و بعد از اینکه TP خودش رو زد دوباره به حرکت خودش ادامه میده. ولی یعنی این یک اصلاح قیمتی موقت میتونه باشه، نه برگشت قیمتی به طور کل. یعنی یک برگشت قیمتی در یک روند اصلی نمیتونه باشه. همون جوری که یادتونه رفقا قبلا گفتم که در یک روند صعودی مثلا میتونیم یک روند نزولی کوتاه مدت داشته باشیم. یعنی توی یک روندهای دیگه هم میشه پیدا کرد، درسته؟ این یک روند نزولی توی یک روند صعودی، یعنی توی یک روندهای دیگه هم میشه پیدا کرد، حتی خلاف جهت هم رفقا. اینجا هم باز توی ناحیه تریدینگ رنج رفقا میشه روندهای صعودی و یا روندهای نزولی و حتی کانالهای صعودی نزولی دید که میشه دوباره با استفاده از اونا هم معامله کرد. یعنی فرض کنید یک روند صعودی توی یک تریدینگ رنج ببینید نسبت به همین خط روند هم میتونیم معامله داشته باشیم، درسته؟ با اینکه در ناحیه تریدینگ رنج هستیم ولی باز میتونیم یک روند صعودی پیدا کنیم و یا یک روند نزولی و یک کانال نزولی اینچنینی میتونیم ببینیم. حتی الگوی کانال نزولی توی یک روند نزولی هم میتونیم ببینیم. ببینید یک کانال نزولی توی یک روند نزولی تغییر جهت، درسته؟ شکست خط روند کانال، پس یک سیگنال از این الگوی کانال، معامله نسبت به ارتفاع الگو، درسته رفقا؟ و بعد شکسته شدن خط روند نزولی و بعد حرکتش رو به بالا و نسبت به همین شکست خط روند نزولی هم دوباره میتونستیم معامله شروع کنیم. تا کجا؟ خب طبیعتا وقتی که میدونیم توی ناحیه تریدینگ رنج هستیم تا ناحیه مقاومتی تریدینگ رنج. پس میتونیم کانال های صعودی و یا کانال های نزولی، روندهای صعودی و یا روندهای نزولی هم توی ناحیه تریدینگ رنج ببینیم و نسبت به سیگنال هایی که از اون دریافت میکنیم نسبت به اونا هم معامله و یا ترید داشته باشیم. ببینید رفقا این حالت معمولا توی تریدینگ رنج هایی که ارتفاع معقولی دارن شکل میگیره و یا معمولا توی تایم فریم های بالا مثلا 4 ساعته و یا یک روزه شکل میگیرن، معمولا دیده میشه. توی همچین شرایط علاوه بر این که رفقا باید به نواحی مقاومت و حمایتی تریدینگ رنج دقت کنیم، بلکه باید به خط روند صعودی
و یا نزولی روندهای موجود در داخل تریدینگ رنج و یا خط روند کانال و یا خط کانال های موجود در تریدینگ رنج هم باید دقت داشته باشیم و همینطور به شکسته شدن این خطوط هم باید دقت داشته باشیم تا بتونیم نسبت به همون سیگنال ها دوباره توی ناحیه تریدینگ رنج معامله داشته باشیم. پس اینم به عنوان یه نکته گوشه ذهنتون باشه رفقا. خب اولین نکته بینام رفقا، ببینید توی ناحیه تریدینگ رنج باید به حجم معامله دقت کنیم. توی کدوم حرکت؟ ببینید توی حرکت هایی که کندل ها بین نواحی حمایتی و مقاومتی دارن باید به حجم معامله دقت کنیم. یعنی توی حرکت قیمت از ناحیه حمایتی به ناحیه مقاومتی و بالعکس از ناحیه مقاومتی به ناحیه حمایتی باید حجم معامله رو زیر نظر داشته باشیم تا بتونیم حرکت بعدی بازار رو زودتر پیش بینی کنیم. منظور از حرکت بعدی بازار چیه؟ یعنی منظور از اینه که شکست در کدوم جهت اتفاق خواهد افتاد. پیش بینی. ببینید پیش بینی. این پیش بینی هم باید از روی حجم معامله باشه تا بدونیم که در کدوم جهت حرکت تقاضا بیشتره و حجم معامله زیاده. ببینید به احتمال خیلی زیاد دقت به حجم معامله توی حرکت کندل ها توی این نواحی و شکل کندل ها رفقا بین نواحی حمایتی و مقاومتی حدس درستی از حرکت بازار بهمون میده. یعنی اگه خرید زیاد باشه توی این حرکت، حجم معامله زیاد باشه و کندل های محکمی شکل بگیرن، کندل های سبز قدرتمندی اینجا شکل بگیرن، به احتمال زیاد اگر شکستی اتفاق بیفته اون شکست به احتمال زیاد شکست ناحیه مقاومتی خواهد بود. و برعکس اگه حجم معامله حرکت از ناحیه مقاومتی به حمایتی زیاد باشه، حجم معامله یعنی حجم فروش زیاد باشه و کندل های قرمز رنگ قوی اینجا شکل بگیرن رفقا، یعنی کندل های فروش قوی اینجا شکل بگیرن، احتمال زیاد در آینده حمایت شکسته خواهد شد. ولی اگه بخواین مطمئن‌تر وارد معامله شین باید که منتظر شکست باشین، یعنی بعد شکست میتونین یک معامله مطمئن‌تر داشته باشین. یه نکته دیگه ببینید توی ناحیه تریدینگ رنج همیشه رفقا توی ناحیه تریدینگ رنج حجم معامله رفته بیشتر میشه. اینو یادتون باشه، چون با مرور زمان ببینید خیلی از معامله‌گرها این ناحیه رو تشخیص میدن و شروع میکنن به ترید که اینم باعث میشه حجم معامله بیشتر بشه. خب طبیعتاً و همین افزایش حجم معامله و مشارکت بیش از حد تریدرها توی ناحیه تریدینگ رنج به معامله باعث میشه که فیک بریک بیشتر اتفاق بیفته. و همینطور رفقا ببینید این هم ممکنه سرعت حرکت کندل ها رو بیشتر کنه بین دو ناحیه مقاومتی و حمایتی. یعنی چی؟ یعنی ممکنه خیلی سریع این تغییر قیمت بین ناحیه حمایتی و مقاومتی شکل بگیره، چون دیگه همه میدونن که در ناحیه تریدینگ رنج هستیم و همه میدونن که باید توی کدوم ناحیه معامله انجام بدن، یعنی کجا بخرن و کجا بفروشن و همین باعث میشه که خیلی سریع کندل ها رفت و برگشت داشته باشن بین ناحیه مقاومتی و ناحیه حمایتی. پس دقت کنیم به این موارد رفقا. اگر حجم معامله افزایش پیدا کرد بدونین که سرعت حرکت کندل ها بین نواحی حمایتی و مقاومتی خیلی زیاد خواهد بود و این تغییر قیمتی سریع اتفاق خواهد افتاد. پس مواظب معاملتون باشین و به خصوص بعد از افزایش حجم معامله فیک بریک های خیلی زیادی میتونین توی ناحیه تریدینگ رنج شاهد باشین رفقا. ببینید حرکت قیمتی بازار رفقا بعد شکسته شدن تریدینگ رنج هم میتونه خلاف جهت بازار قبلی باشه، ببینید هم میتونه خلاف جهت حرکت قبلی بازار باشه و هم میتونه همجهت با حرکت قبلی بازار باشه. یعنی اگر یک روند سودی داشته باشیم و قیمت توی یک ناحیه تریدینگ رنج گیر بکنه بعد شکسته شدن ناحیه تریدینگ رنج هم میتونیم شاهد
تغییر جهت بازار باشیم، یعنی به عنوان یک الگوی برگشتی تأثیرش رو بذاره روی قیمت، و هم میتونه به عنوان یک الگوی ادامه دهنده تأثیرش رو روی قیمت بذاره و دوباره بازار در جهت حرکت صعودی به حرکت خودش ادامه بده. یه نکته بینام دیگه، البته هم نکته هست چیزی که میخوام بگم، هم توصیه هستش رفقا. از اونجا که هر لحظه ممکنه که یکی از نواحی حمایت و یا مقاومت بشکنه رفقا، بهتره که معامله ها رو بعد از برگشت قیمت از این نواحی شروع کنیم. یعنی چی؟ ببینید، یعنی مثلا در حمایت، در این نقطه حمایتی منتظر باشیم تا کندل ها به ناحیه حمایتی برسن، خریدارا حمایت بکنن و بلافاصله بعد از اینکه حمایت شد در این حرکت قیمتی وارد بازار بشیم در جهت خرید، و وقتی که قیمت شروع به افزایش کرد وارد معامله شیم. در واقع در مورد مقاومت هم همینطور، در مورد نواحی مقاومتی هم همینطور، یعنی زودتر از رسیدن کندل به ناحیه مقاومتی وارد معامله سل نشیم رفقا، یعنی تو این ناحیه وارد معامله سل نشیم، منتظر باشیم کندل ها و قیمت شروع به کاهش بکنن و بعد وارد معامله سل شیم، یعنی در این ناحیه. چرا؟ چون ممکنه توی این حرکت بیاد و ناحیه مقاومتی بشکنه و حرکت رو به بالا داشته باشه و ما حد ضررمون تو این ناحیه بخوره و ضرر بکنیم. پس بهترین توصیه در مورد نواحی تریدینگ اینه که بعد از حرکتش از نواحی مقاومتی و یا حمایتی وارد معامله شیم و قبلش وارد معامله نشیم. یه نکته بینام دیگه رفقا، توی تریدینگ رنج میتونیم از خط روندها واسه تشخیص برگشت کندل ها از نواحی حمایتی و یا مقاومتی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی توی این حرکت فرض کنید اینجا یک خط روندی، بذارید اینا رو من پاک کنم دوباره از نو براتون بکشم. فرض کنید یک حرکت صعودی داریم و برگشت قیمت از این نواحی حمایتی و مقاومتی مهم توی ناحیه تریدینگ رنج. توی این حرکت صعودی میتونیم از این خط روند صعودی برای برگشت و شروع معامله استفاده کنیم. مثلا توی روند صعودی توی ناحیه تریدینگ رنج رفقا، اگه خط روند نزدیک ناحیه مقاومتی بشکنه، این شکست میتونه خودش سیگنال برگشت از مقاومت باشه، یعنی میتونیم به عنوان یک سرنخ ازش استفاده کنیم. همینطور در مورد خط روند نزولی هم ببینید، وقتی خط روند نزولی در نزدیکی نواحی حمایتی شکسته میشه، این شکست رفقا میتونه سیگنال در جهت برگشت قیمت به سمت بالا تا ناحیه مقاومتی تریدینگ رنج باشه. پس میتونیم از این سیگنال ها هم به عنوان سرنخ استفاده کنیم واسه شروع به معامله. در ضمن توی تریدینگ رنج نزدیک نواحی مقاومتی و حمایتی رفقا، ببینید میتونیم از شکل کندل ها واسه تشخیص برگشت قیمت استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه کندل شناسیتون خوبه خیلی به دردتون میخوره، به خصوص اگه به حجم معامله هم دقت داشته باشین زیر نمودار. یعنی هم کندل شناسی در این نواحی داشته باشین نزدیک نواحی حمایتی و مقاومتی و هم به حجم معامله دقت داشته باشین. معمولا رفقا، معمولا نزدیک نواحی حمایتی و مقاومتی توی تریدینگ رنج معمولا کندل های دوجی و یا کندل های پینبار و یا چکش شکل میگیرن قبل از تغییر جهت نزدیک نواحی حمایتی و مقاومتی. اینو هم از بینام داشته باشین. پس اگه قسمت کندل ها رو ندیدین و یا هنوز مشکل دارین توی اون قسمت، پیشنهاد میکنم که یک بار دیگه قسمت مربوط به کندل ها رو ببینین رفقا. خب الان اگر آماده هستین بریم سراغ مثال هایی که حاضر کردیم تا ببینیم چطور میشه در نواحی تریدینگ رنج تشخیص داد و معامله کرد رفقا. خب مثال اولمون از نمودار طلا هستش به دلار در تایم فریم یک روزه. درسته؟ ببینید یک حرکت صعودی، یک الگوی کانال نزولی در یک حرکت صعودی و انتظارمون اینه که
اینو قبلا در موردش بحث کردیم. انتظار اینه که خط روند کانال سعودیمون شکسته بشه. بعد از شکست میتونستیم وارد معامله شیم. به چه اندازه؟ به اندازه ارتفاع کانال. و برای خودمون از نقطه شکست میتونستیم به اندازه ارتفاع کانال برای خودمون تیپی انتخاب کنیم. درسته؟ بعد اینکه تارگت قیمتی رو زده و این ناحیه مقاومتی مهم رو تونسته بشکنه، پول بک به این ناحیه مقاومتی داشته و یک ناحیه تریدینگ رنج اینجا شکل گرفته. درسته؟ بذار قسمت قبل رو پاک کنم. خب توی این ناحیه تریدینگ رنج رفقا میتونستیم بین ناحیه مقاومتی و ناحیه حمایتی معامله داشته باشیم. درسته؟ و این هم نزدیکی ناحیه حمایتی. و بعد از اینکه تریدینگ رنج رو شکونده میتونستیم دوباره به اندازه ارتفاع الگوی تریدینگ رنج و یا ناحیه تریدینگ رنج برای خودمون تیپ انتخاب کنیم، تارگت پرایس انتخاب کنیم. میبینیم که تارگت پرایس ما رو هم زده. ببینید بعد از اینکه تارگت پرایس به تارگت پرایسمون رسیده، یک الگوی ببینید دو قله اینجا شکل گرفته. درسته؟ با این ناحیه حمایتی و این ناحیه مقاومتی. ارتفاع الگوی دو قله برای استفاده از تعیین تیپی برای ما به دردمون میخوره. بعد از اینکه تارگت پرایس رو زده، میبینید دوباره بازار تغییر جهت نشون داده و حرکت رو به بالا داشته. درسته؟ پس پشت سر هم ببینید یک ناحیه تریدینگ رنج اینجا. درسته؟ بعد یک الگوی دو قله اینجا. درسته؟ و بعد حرکت رو به بالا، افزایش قیمت و دوباره تشکیل یک ناحیه تریدینگ رنج. ببینید دقیقاً در طی روند صعودی اصلی نواحی تریدینگ رنج در فاصله های زمانی کوچکتر و یا در تایم فریم های کوچکتر شکل میگیرن که میتونیم برای ترید استفاده کنیم. ببینید ناحیه مقاومتی 1، ناحیه حمایتی 1، ناحیه مقاومتی 2 و برگشت. از اینجا باید ما منتظر تشکیل ناحیه تریدینگ رنج باشیم، یعنی پیش بینی در مورد تشکیل ناحیه تریدینگ رنج داشته باشیم، چون نتونست ناحیه مقاومتی قبلیش رو به سمت بالا بشکنه. پس میتونستیم معامله تا ناحیه حمایتی داشته باشیم. درسته؟ این یک معامله. در ناحیه حمایتی با شروع برگشت کندل ها رفقا میتونستیم یک معامله بای داشته باشیم تا ناحیه مقاومتی تریدینگ رنج. درسته؟ این دومین معاملمون. درسته؟ اینجا یک خط روند صعودی هم شکل گرفته. بعد اینکه خط روند شکست میتونستیم معامله سل رو شروع کنیم و حتی پول بک هم زده. درسته؟ این سومین معاملمون. تا کجا؟ تا ناحیه حمایتی رفقا. بعد اینکه ناحیه حمایت رو تاچ کرد، برگشت کندل ها به سمت بالا، در این ناحیه دوباره میتونستیم معامله چهارم رو شروع کنیم در ناحیه تریدینگ رنج. تا کجا؟ تا ناحیه مقاومتی تریدینگ رنج. ببینید 4 معامله در یک ناحیه تریدینگ رنج پشت سر هم. خب انتظار داریم که بازار یکی از این نواحی رو بشکنه. فرق نداره، هم میتونه ناحیه حمایتی رو بشکنه، هم میتونه ناحیه مقاومتی رو بشکنه. خب اینجا ناحیه مقاومتی شکسته شد. درسته؟ بعد شکست باید چیکار کنیم؟ بعد شکست باید در جهت سیگنالی که از این الگو به دست آوردیم، از این حرکت بازار به دست آوردیم، باید وارد معامله بای بشیم. خب تارگت قیمتیمون کجاست؟ تارگت پرایسمون کجاست؟ تیپیمون باید به اندازه ارتفاع ناحیه تریدینگ رنج باشه. از ناحیه شکست به اندازه ارتفاع تریدینگ رنج میتونیم برای خودمون به عنوان تیپی روی نمودار مشخص کنیم. پنجمین معامله ببینید حتی پول بک هم به ناحیه شکسته شده داشته. پنجمین معامله در جهت خرید به تا تیپی قیمتیمون. ببینید پشت سر هم نواحی تریدینگ رنج توی نمودار شکل گرفتن و حتی بعد شکست هم نسبت به همون ناحیه تریدینگ رنج دوباره میتونستیم معامله دیگه هم داشته باشیم. خب مثال دیگه‌مون دوباره از طلا هستش، از نمودار طلا به دلار در تایم فریم یک روزه. ببینید یک خط روند صعودی بلند مدت اینجا میتونیم برای این ارز متصور بشیم. درسته؟ حرکت رو به بالا ببینید
مقاومت در ناحیه مقاومتی، بعد حمایت در ناحیه حمایتی و بعد حرکت رو به بالا دوباره و بعد دوباره مقاومت در همون ناحیه. پیش بینی تشکیل ناحیه تریدینگ رنج باید داشته باشیم. از همینجا میتونیم معامله اول رو تا ناحیه حمایتی قبلی، پس همین ناحیه رو میتونیم به عنوان ناحیه حمایتی اینجا علامت بزنیم، درسته؟ همون ناحیه حمایتی قبلی میتونستیم معامله اول رو شروع کنیم، درسته؟ ببینید برگشت قیمت دوباره تماس به همون ناحیه حمایتی و بعد با یک کندل سبز رنگ قوی، درسته؟ دوباره برگشت قیمت به سمت بالا. تو همین ناحیه میتونستیم وارد معامله دوم شیم. تا کجا؟ تا ناحیه دیگه. ما الان مطمئنیم که الان با نقطه چهارم، ببینید با نقطه سوم، این نقطه سوم هستش، با نقطه سوم پیش بینی میکنیم، با نقطه چهارم دیگه مطمئن هستیم که در ناحیه تریدینگ رنج هستیم و معامله دوم رو شروع میکنیم. تا کجا؟ تا ناحیه مقاومتی تریدینگ رنج. بعد از اینکه ناحیه مقاومت رو تاچ کرد، به تارگت پرایسمون رسید، به هدف قیمتمون رسید، معامله بسته میشه و با برگشت کندل تو این ناحیه میتونیم معامله سوم رو شروع کنیم. دیگه مطمئنیم که از این ناحیه قیمت ریزش خواهد داشت. چرا؟ چون یک خط روند صعودی هم اینجا داریم، درسته؟ خط روند صعودیمون در این نقطه شکسته شده، پس انتظار برگشت قیمت تا ناحیه حمایتی رو داریم. معامله سوم رو شروع میکنیم تا ناحیه حمایتی، درسته؟ ناحیه حمایتی شکسته میشه با این کندل، پس میتونیم معامله سل رو با شکسته شدن ناحیه حمایتی توی ناحیه تریدینگ رنج شروع کنیم. انتظارمون چیه؟ انتظارمون کاهش قیمت به اندازه ارتفاع تریدینگ رنج هستش و از ناحیه شکست میتونیم این اندازه رو برای خودمون به عنوان تارگت قیمت تی پی روی نمودار مشخص کنیم. رفقا ببینید بعد از شکسته شدن ناحیه حمایتی یک پولبک هم داشته تو این ناحیه، به ناحیه شکسته شده و فرصت دوباره تو این ناحیه برای اونایی که از بازار جا موندن ایجاد شده که بتونن در جهت پوزیشن جدید، در جهت حرکت جدید بازار وارد بازار بشن. خب مثال بعدیمون از جفت ارز ریپل به تتر در تایم فریم 5 دقیقه. ببینید یک روند صعودی، درسته؟ تشکیل یک الگوی دو قله با خط حمایت و خط مقاومت که اینجا مشخص شده و تکمیل شدن الگو با شکسته شدن ناحیه حمایتی. پس به اندازه ارتفاع الگو میتونیم برای خودمون تی پی انتخاب کنیم. رفقا این از معامله اول تو این نمودار، درسته؟ یک کانال صعودی اینجا شکل گرفته در یک روند نزولی، پس یک اصلاح قیمتی هستش چون در خلاف جهت روند اصلی شکل گرفته. پس انتظارمون شکسته شدن خط روند کانال صعودی هستش. به اندازه ارتفاع کانال میتونیم برای خودمون از ناحیه شکست به عنوان تی پی انتخاب کنیم، درسته؟ اینا پشت سر هم مطالبی هستن که قبلا آموزش دیدیم و میتونیم نسبت به همون مطالب ترید داشته باشیم. ولی بازار کاهش قیمت داشته، درسته؟ و یک ناحیه تریدینگ رنج رو اینجا برای ما تشکیل داده با این ناحیه حمایتی و این ناحیه مقاومتی که میبینید. رفقا از این نقطه میتونیم وارد معامله شیم. چرا از این نقطه؟ ببینید یک قله، یک دره و یک قله اینجا، درسته؟ از همین نقطه معامله اول رو میتونستیم شروع کنیم با پیش بینی اینکه آیا در ناحیه تریدینگ رنج هستیم و یا نه. توی این نقطه میتونستیم معامله دوم رو با اطمینان بیشتری شروع کنیم. چرا؟ که دیگه مطمئنیم دیگه توی ناحیه تریدینگ رنج هستیم. رفقا یک خط روند صعودی پرشیب اینجا شکل گرفته، درسته؟ حتی میتونیم بگیم یک الگوی سرشونه هم اینجا شکل گرفته با این خط گردن، درسته؟ ببینید کلا سیگنال هایی که دریافت میکنیم نشانگر این هستن که دیگه بازار توی این ناحیه مقاومتی تغییر جهت نشون خواهد داد و شروع به کاهش خواهد کرد. هم میتونیم از الگوی سرشونه برای تعیین هدف قیمتی استفاده کنیم و هم میتونیم معامله رو بعد اینکه الگو تکمیل شد، الگوی سرشونه تکمیل شد و کندل ها شروع به کاهش کردن شروع کنیم. تا کجا؟ تا ناحیه حمایتی، تا محدوده ناحیه حمایتی. رفقا درسته؟ دوباره تو همین نقطه میتونیم دوباره بعد اینکه کندل ها شروع به افزایش کردن توی این ناحیه وارد معامله شیم. ببینید این معامله سوممون بود، این معامله چهارم هستش. نسبت به خرید معامله بای داشته باشیم
تو این ناحیه تا کجا؟ تا ناحیه مقاومتی. درسته؟ اینم معامله چهارم. معامله پنجم دوباره تا کجا؟ بعد از برگشت کندل، یعنی تو این ناحیه میتونستیم معامله سل شروع کنیم تا ناحیه حمایتی. ببینید دیگه نکته که اینجا میخوام بگم، ببینید حجم معامله رو تو این تریدینگ رنج نگاه کنید. ببینید رفته رفته حجم معامله افزایش داشته. درسته؟ دقت کنید تایم فریم 5 دقیقه است. دیگه بیشتر تریدرها اینجا اطمینان پیدا کردن که توی ناحیه تریدینگ رنج هستن و این تریدینگ رنج مشخص شده برای همه. پس همه ناحیه خرید و ناحیه فروش رو دیگه میدونن. به خاطر همون سرعت کندل ها رو ببینید دیگه زمان کمی طول میکشه تا اینکه کندل ها از ناحیه مقاومتی به ناحیه حمایتی برسن. دیگه همه میدونن کجا باید بفروشن، کجا باید بخرن. پس سرعت معاملات بیشتر میشه. وقتی سرعت معاملات بیشتر شد رفقا، احتمال اینکه به انتهای ناحیه تریدینگ رنج برسیم زیاده و فیک بریک ها ببینید بیشتر شده. فیک بریک ها حتی چقدر فاصله فیک بریک ها رفته رفته بیشتر شده. ببینید بالاخره یکی از این نواحی شکسته خواهد شد. شکست، اینها هیچ کدوم شکست نیستن، میدونید شادو هستن. هیچ کندلی بدنش زیر ناحیه حمایتی و یا بالای ناحیه مقاومتی شکل نگرفته که حجم معامله زیادی داشته باشه، به جز این کندل سبز رنگ در آخر. با این کندل دیگه شکست اتفاق افتاده. بعد اینکه شکست اتفاق افتاد، ما باید وارد معامله بای بشیم. به اندازه ارتفاع تریدینگ رنج میتونیم برای خودمون از ناحیه شکست به عنوان TP کمک بگیریم و برای خودمون TP در نظر بگیریم. بعد شکست، بعد این کندل وارد معامله میشیم، معامله بای تا TP معاملتمون. بعد اون دیگه نوسان بازار بیش از حد زیاد بوده. باید پیگیر حرکت هایی که توی بازار اتفاق میفته. شاید از یک خبر نشأت گرفته این حرکت. باید پیگیر این حرکت های بعدی بازار باشیم تا بتونیم تحلیل های تازه‌ای داشته باشیم و نسبت به همون تحلیل ها و سیگنال های دریافتی معامله انجام بدیم. آخرین مثالمون از جفت ارز پولکادات هستش در تایم فریم 1 ساعته. ببینید یک حرکت نزولی قبلا داشته، تشکیل الگوی 2 دره، درسته؟ تکمیل شدن الگو، شکسته شدن ناحیه مقاومتی و تارگت پرایسی که میتونستیم از این الگو به دست بیاریم برای خودمون و روی نمودار مشخص کنیم به عنوان معامله اول توی این نمودار. درسته؟ این اولین معامله رفقا، الگوی 2 دره، درسته؟ بعد یک خط روند صعودی شکل گرفته اینجا. درسته؟ نسبت به خط روند این دره اول، این دره دوم، از دره سوم نسبت به این خط روند میتونستیم معامله شروع داشته باشیم. قیمت افزایش پیدا کرده، کاهش به نقطه رسیده به خط روند، دوباره معامله خرید، ولی دیگه ببینید نتونسته ناحیه مقاومتی قبلی رو بشکنه. مقاومت قبلی رو حتی نتونسته بهش برسه. پس باید این حدس و گمان پیش بیاد که آیا بازار میخواد تغییر جهت بده یا نه. ببینید همونجوری که میبینید نتونسته مقاومت قبل رو بشکنه و شروع به کاهش قیمت داشته. خط روند صعودیمون شکسته شده، پولبک به خط روند و کاهش قیمت. درسته؟ کاهش قیمت ولی تشکیل یک حالت دیگه ای از بازار، یک روند دیگه از بازار که روند تریدینگ رنج هستش. گفتم تریدینگ رنج هم یک روند در بازار، مثل روند صعودی، مثل روند نزولی. یعنی حتما قرار نیست بعد شکسته شدن خط روند صعودی حتما بازار در جهت کاهش قیمت حرکت کنه. بله کاهش قیمت داشتیم ولی دیگه کلا تبدیل به روند نزولی نشده. ببینید حتی روند نزولی موقت بوده، روند نزولی خط روند نزولی رو شکونده و یک ناحیه تریدینگ رنج اینجا شکل گرفته. پس نسبت به همین ناحیه تریدینگ رنج رفقا میتونستیم معامله خودمون رو شروع کنیم. در ضمن یه نکته اینجا هستش که میخوام بهتون بگم. ببینید همیشه قرار نیست که ناحیه تریدینگ رنج رو با 2 تا خط بتونیم نشون بدیم. ممکنه یکی از نواحی به صورت باکس نشون داده بشه. چرا که چون ناحیه حمایتی و یا مقاومتی هستش. قبلا در مورد باکس و یا نواحی بهتون صحبت کردم. ممکنه با یک خط کاملا مشخص بشه، همشون روی یک خط قرار بگیرن توی ناحیه مقاومت و یا حمایت کندل ها، و ممکنه در یک بازه قیمتی شکل بگیره این حمایت و یا مقاومت. مهم تشخیص دادن این نواحی هستش رفقا. ببینید معامله
اول از این نقطه شروع میشه. چرا؟ چون یک مقاومت اینجا، یک حمایت اینجا، از مقاومت دوم که نتونسته این ناحیه مقاومت رو بشکنه میتونیم معامله اول رو شروع کنیم. پس معامله اول اینجا شروع میشه تا کجا؟ تا ناحیه حمایتی. درسته؟ معامله دوم اینجا شروع میشه تا نزدیکی ناحیه مقاومتی. در ضمن اینو بگم تارگت خودتون رو برای این نواحی تریدینگ رنج ببینید. اگر این ناحیه تریدینگ رنج هستش رفقا و شما در یک ناحیه حمایتی خرید انجام دادین، همیشه تارگت قیمتی رو توی ناحیه مقاومتی قرار ندین. دقیقاً روی ناحیه مقاومتی قرار ندین، یکم پایینتر از ناحیه مقاومتی قرار بدین تارگت قیمتی خودتون رو. و یا اگر در یک ناحیه مقاومتی رفقا یک معامله سل شروع کردین، خب و میخواین تا ناحیه حمایتی ادامه بدین، حتما تارگت خودتون رو دقیقاً روی ناحیه حمایتی قرار ندین، یکم جلوتر از ناحیه حمایتی قرار بدین. چون گفتم ممکنه توی تریدینگ رنج واکنش کندل ها، حرکت کندل ها و معامله تریدرها خیلی سریع اتفاق بیفته و حتی اصلا اجازه ندن شاید گاهی به این نواحی قیمتی قیمت نزدیک بشه و از نزدیکی این نواحی قیمتی ممکنه برگشت قیمت داشته باشیم. خب پس همونجوری که گفتم دوباره معامله سوم رو شروع میکنیم از ناحیه حمایتی تا ناحیه مقاومتی. ببینید دیگه اینجا یک روند صعودی هم در ضمن اینجا داریم. درسته؟ این خط روند صعودی هم شکسته شده و چون دیگه این ناحیه تریدینگ از طرف خیلی از تریدرها، از طرف خیلی از معامله‌گرها شناخته شده، ببینید دیگه سرعت کندل ها افزایش پیدا کرده. یعنی در عرض 1 و یا 2 ساعت که تایم فریممون 1 ساعت هستش، در عرض 1 و یا 2 ساعت به سرعت قیمت از ناحیه مقاومتی ریزش داشته تا ناحیه حمایتی که همین سرعت زیاد هم باعث شده که ناحیه حمایتی شکسته بشه. بعد شکسته شدن رفقا پول بک هم زده و ما میتونیم معامله جدید رو نسبت به همین سیگنالی که شکست ناحیه حمایتی هستش و دریافت کردیم از بازار میتونیم شروع کنیم و به اندازه ارتفاع ناحیه تریدینگ برای خودمون تارگت قیمتی انتخاب کنیم که به تارگت قیمتیمون هم رسیده. خب اینم از مثال آخرمون رفقا. این قسمت هم تمومه. کلی مبحث تازه و نکات بینام داشتیم این قسمت. امیدوارم که به دردتون بخوره. رفقا لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوالی هم داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین و در ضمن اگه عضو کانال اینستاگرامیمون نیستید میتونید آدرس کانال رو توی بیوی یوتیوب ببینید. مراقب خودتون باشید. پر رزق و روزی باشید.